салом дӯстони азиз ва хуш омадед ба барнома ахбори озодӣ. имрӯз 27 май аст ва дар 15 дақиқа шуморо бо хабарҳои рӯзи тоҷикистону ҷаҳон шинос мекунем. нахуст сархати мавзӯъҳо. мусулмонони тоҷикистон иди қурбонро бо намоз, забҳи чоровод, дуо ба арвоҳи гузаштагон ва идгардак ҷашн гирифтанд. путин мехоҳад муҳоҷирони тоҷик қабл аз сафарашон ба русия дар ватан тафтиш шаванд, аммо вакилон пешниҳод доранд ки зархаридони ширкатдори ҷанги Украина ба таври имтиёзнок шиносномаи русӣ бигиранд. афроди дигари мо ки ба зидди Украина ҷангиданд дар кишварҳои Осиёи марказӣ бо иттиҳоми зархаридӣ дар зиндонанд. ба дунболи он дар бораи ҳамоиши адибони форси забон дар Берлин нақл мекунем ки дар он нависандаи тоҷики муқими Ҳолланд ҳам иштирок кард. имрӯз сокинони тоҷикистон ба мисли мусулмонони саросари ҷаҳон иди қурбонро ҷашн гирифтанд. хабарнигорони мо Иршод Сулаймонӣ ва Амир Исоев дар шаҳри Душанбе таҷлили идро пайгирӣ ва ин гузоришро таҳия намуданд ки ҳамроҳ мебинем. صبح صدای اذان شتاب ایدانه نمازگزاران به سوی مسجد برای ادای نماز عید قربان در بزرگترین مسجد تاجیکستان مسجد امام اعظم دوشنبه. مسلمانان تاجیکستان نماز عید قربان سال 2026 را ساعت 6 صبح خواندند. در خطبه عید امام خطیبان عمدتاً از نمازگزاران می‌خواهند عملهای خیر و ثواب کنند، دست بیچارگان و نیازمندان را بگیرند، از اسراف و گستردن دسترخوان پردبدبه خودداری کنند، در پی حفظ آرامی و ثبات سیاسی کشور باشند. خدایا گذشتگان ما را رحمت و مغفرت، خدا جایشان را جنت الفردوس، روحایشان را شاد، قبرهایشان را با نور خون آن منور بگردان. بگذار که دائما عید باشد، بگذار که خداوند عزیز و مهربان کشور ما را از جمیع بلا و آفات و فتنه ها در پناهش نگه بدارد. دائم تنجی و امنیت، صلح و ثبات کشور ما خدایا همیشگی باشد. اینجا محله بونی حصارک دوشنبه است. مردم پس از نماز به جای آمدند که گاو و بز و گوسفند قربانی میکنند. چند سال به این سو در دوشنبه برای ذبح مال قربانی جایهای مخصوص معین شدند. ایدگردک کودکان از زیبایی ها و ویژگی های ایدهای تاجیکستان دانسته می شود. هرچند مقامات در سالهای آخر تلاش دارند این رسم را کمرنگ کنند و از میان ببرند. کودکان به جز اید تبریگویی خانه به خانه در تاجیکستان همچنین تخم جنگ و دیگر رسم و آیین‌های باستانی مردمی را با عیدهای مسلمانی آمیزش دادند. عید قربانی تاجیکستان رسم و آیین‌های دیگر نیز دارد. اساساً در عید قربان ما بعد نماز رفته گذشته‌ها را یاد میکنیم، مزار میریم، دعا میکنیم به اوراق گذشته‌ها، بعد به خانه‌های خشت و اقربا و یک کم بغل و مثلا نودرد یاردم میکنیم. عید قربان برای همینه، یک دعا کردن و یک کم بزاعت یاردم کردن. محمد صبور، محمد انس و اسامه از مسلمانان کشمیر هندوستانند که امسال در دوشنبه دانشجو شدند و به تماشای حال و هوای ایدانه پایتخت تاجیکستان پرداختند. برای ما دیدن منظره‌های عید از هر نگاه جالب است. خیلی عجیب بود که وقتی من از مسجد برمیگشتم یک جوان به من شکلات داد و مرا با عید تبریک کرد. این لطفی که به من کرد من خودم را در خانه هم حس کردم. همچنین یکی از استادمان از اونیورسیته ما را به خانه‌اش دعوت کرده است. بجز خانه هایی که قربانی کردند، همچنین در دوشنبه و برخی مناطق دیگری تاجیکستان مردم در خانه هایشان دسترخوان عیدی می گسترند و به عید تبریک‌گویی همدیگر می روند. امسال در پیشاروی عید قربان مقامات از تاجران خواستند که در روزهای پیش از عید
نرخ نوای محصولات را که مردم برای دسترخوان عیدی میخرند بیهوده بالا نبرند. اما با وجود این پلیس دوشنبه از موردهای زیادی مجازات کردن تاجران از جمله گوشت فروش ها خبر داد. عید قربان در برابر عید رمضان در تاجیکستان پس از فروپاشی شوروی رسمی شد و روز غیرکاری است. زائران در مکه بامداد سه‌شنبه 26 مای به سوی کوهی عرفات حرکت کردند تا رکن اصلی مراسم حج یعنی روز عرفه را ادا کنند. هنگام طلوع آفتاب هزاران اعتقادمند به سمت عرفات و گروه هم به کوه جبل الرحمه می رفتند. به باور مسلمانان پیامبر اسلام 14 عصر پیش خطبه آخرین نماز خود را در همین جا خوانده بود. مراسم حج یکی از بزرگترین مراسم مذهبی در جهان به شمار می رود. زائران تا زمان غروب خورشید در عرفات میمانند و سپس به وادی مزدلفه می روند و در آنجا برای مراسم رمزی سنگزنی به شیطان آماده می شوند. مراسم سنگزنی در روز اول عید قربان است که امسال در سراسر جهان روز 27 مای تجلیل می گردد. در روسیه به زودی سازشنامه حکم اجرا می‌گیرد که اجازه می‌دهد مهاجران تاجیک در داخل تاجیکستان مقررات ضروری برای کار در روسیه را انجام داده سپس به این کشور بیایند. سازشنامه درباره جلب متشکلانه مهاجران را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته به امضا رسانده است. بر اساس این سند مهاجران تاجیک در داخل نقشه انگشت می‌سپارند و سپس اجازه برای کار می‌گیرند. در این برابر روسیه قاعده‌های دادن شهروندی و اجازه اقامت در این کشور را سخت‌تر می‌کند. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. لایحه قانونی که سفر و مهاجرت را سخت‌تر می‌کند می‌تواند به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی ضربه شدید زند. به ادعای مؤلفان این طرح به هر کسی که داغ سودی دارد شهروندی و حتی اجازه اقامت نخواهند داد. فرق ندارد این داغ برای جرم‌های سبک است یا وزنین. اما میخائیل ماتویف اظهار داشت روسیه باید بعضی جنایتکاران را که علیکی در زندانان یا در کرسی عیبداری نشستند قبول کند. ما افراد زیادی را داریم که برای جانبداریشان از روسیه در خارج زندانی شدند. همچنین افراد زیادی دیگری ما که به ضد اوکراین جنگیدند در کشورهای آسیای مرکزی با اتهام زرخریدی در زندانند. یعنی طبق لایحه قانون شما آنها هیچگاه شهروندی روسیه را نمیگیرند. حتی اگر جنگ کرده برای روسیه خون ریختند و بعدا برای شرکت در این عملیات در قرقیزستان یا قزاقستان زندانی شدند. این در حالی است که در ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان زرخریدی یعنی شرکت در درگیری‌های مسلحانه در قلمرو کشورهای دیگر جنایت سنگین ارزیابی می شود. موردهای زندانی شدن شرکت‌داران عملیات جنگی در اوکراین کم نیست. امتیازهای پیش بینی شده در لایحه قانونی نو می‌تواند نه تنها زرخریدان بلکه افراد دارای عقیده‌های روسگرایانه را که با اتهام جدی جدایی‌خواهی محکوم شدن فرا بگیرد. حامیان حقوق انسان حلیم اگلئوف میگوید طرح قانون برای آنهایی که در قزاقستان زیستن نمیخواهند برای ترک این کشور هوسمندی بیشتر میدهد. درست است که قزاقستان چنین آدمان را جزا میدهد. مسئله دیگر این است که اگر آنها بر روسیه استرداد شوند و این کشور با آنها اجازه اقامت بدهد برای قزاقستان قابل قبول است، اما با شرطی که آنها به دولت ما برنگردند. دومه دولتی لایحه قانون را در خوانش اول قبول کرد. مؤلفان آن وعده دادند که پیشنهادهای وکیل ماتویف را به نظر گرفته در اساس ایرادهای رسیده طرح قانون را بازبینی می‌کنند، اما این اظهارات باعث ناراضگی در کشورهای آسیای مرکزی شد. زیر این نواری که در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعی تلویزیونی نسل شوریم نشر شد، کاربران در شرح‌ها احساسات خود را درباره اقدام وکیلان پارلمان روسیه چنین بیان کردند: وقتی جاری کردن نظام روادید برای روسیه رسیده است، باید از پد اتحاد اقتصادی اوراسیا و اتحاد دولت‌های مستقل بیرون شد. کشورها و مهاجران ما را به حال خود گذارید. تا کی مسخره کرده به جنگ می‌فرستید؟ این جنگ ما نیست. فقط روس‌ها در زمان آسایشته طرفدار جنگ هستند. ما مقابل همه گونه جنگ هستیم. این است ماهیت صاحب اختیاری و آزادی کشورهای ما. به ما شهروندی شما هیچ لازم نیست. اگر روس‌ها به طرفداری روسیه جنگیدن می‌خواهند، بگذار به وطن تاریخی خود بروند. ما از این خرسند می‌شویم، اما به نزد ما برنگردید.
به گفته حلیم اگل اوآف، سالهای طولانی کشورهای آسیای مرکزی سیاست ایدئولوژی و اطلاعاتی خود را به منفعت روسیه پیش می بردند، زیرا از خفه کردن مسکو و زیر شبهه گذاشتن دیدگاهشون درباره تاریخ مشترک می ترسیدند. این پیش از همه به قحطی و رپرسی های استالینی دخل دارد. همه این روند دور شدن از روسیه را مشکل تر می کند. آغاز نمودن و به کار انداختن این روندها مهم می باشد، زیرا آنگاه ما به بنیاد ملت شهروندی فعالتر می شویم. به گفته پایگاه زیستن میخواهم، روسیه در جریان جنگ گسترده علیه اوکراین حدود 13,000 شهروند کشورهای آسیای مرکزی را به ارتش خود جلب کرده است. مهاجران بارها اصرار داشتند که نیروهای امنیتی روسیه توسط تهدید و حتی شکنجه آنها را مجبور میکند که با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند و به جنگ روند. در شهر برلین اولین بار یک همایش خاص بخشیده به ادبیات فارسی زبان برپا شد و یک خصوصیتش این بود که نشر کتاب را به زبان فارسی در آلمان به بررسی گرفت. در میان مهمانان و کارشناسان موضوع اولین بار یک نماینده نثر تاجیک شهزاده نظرزاده سمرقندی هم اشتراک نمود. چند برداشت از نشست را این ادیب در صحبت با همکارم خیرامان بقازاده در میان گذاشت. دخترها در زمانه شما نخستین توجهی یکی از مشهورترین محفل‌های آلمان به نظم و نثر فارسی عملاً به همایش ادیبان فارسی زبان در برلین تبدیل یافت. شاعر افغانستانی هارون بدخشی، ادیبان ایرانی افشین جوادی ترشیزی، کریم شبرنگ، علی عبداللهی و شاعر و نویسنده تاجیک شهزاده نظرزاده سمرقندی به قول شرکت‌داران محفل جایی که خراسان به هم آمد. مخاطبانی که آمده بودند برای اولین بار از زبان فارسی میشنیدند و بسیاری هم برایشان سوال بود که خب تفاوتی بین زبان فارسی هست و شناخت چندانی از حوزه سه شاخه زبان فارسی اطلاعاتی زیادی نداشتند و اطلاعاتی که به این مخاطبان ارائه میشد بسیار گسترده بود و همه جانبه. و شما الان در برلین زندگی میکنید؟ اسم محفل ادبی پراتاکسیس زبانهای شهر و فعالیت ادبی است و در آن سخنوران و ایجادکاران زبانهای غیر آلمانی مربوط به آلمان جمع می آیند. همایش پیشین با شرکت ادیبان چینی بود. 23 می محفل فارسی زبانها برپا شد. از صحبت‌هایی که من ارائه کردم، ناشر آلمانی بسیار علاقه‌مند شد که کارهای من را هم بررسی کنند و ترجمه کنند و یا در آلمان منتشر کنند. با کدام موضوعها ادبیات فارسی تفاوت دارد و به نظر شما میتواند در آلمان بازارگیر شود، چون کتاب و تجارت در جهان امروز به هم وابسته شدند؟ جذابیت هایی که در ادبیات تاجیک هست و در ادبیات افغانستان یا ایرانی اون هست که ما دوران شوروی را با پوست و گوشت و استخوانمان تجربه کردیم و آسیب هایی دیدیم که ما را از دیگر شاخه های فارسی زبان متفاوت می کند. بنا به برخی حساب‌ها کشور آلمان به پنجگانه دولت‌های با چاپ زیادی کتاب شامل شده. اینجا تا 70,000 ادبیاتی نو در سال نشر می شود، از جمله به زبان فارسی. و پیکرهای بزرگ لیونل مسی ستاره فوتبال که سال گذشته پیش از سفر او در هند قد افراخته بود به زودی برداشته می شود. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به یک مقام رسمی در حکومت هند نوشته است که پیکر با وزیدن باد می جنبد و حالا کارگران مجسمه طلا رنگ 21 متری در شهر کالکوتا را با ریسمان ها بستند تا استوار بماند. پیکر استوره 38 ساله تیم ملی آرژانتین و کلوب اینتر میامی را با جام جهان در دست نشان می‌دهد. دوستان عزیز، با همین اخبار آزادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما بودید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر و خواندن خبرهای دیگر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی. خبر و ویدیوها همچنین در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس می باشند. دوستان عزیز، برای شما عید قربان را تبریک میگوییم. خود را احتیاط کنید.